وزارت سامانه سروشی حکومت هرمی راپورت شاندن و فروتن پترول مها در بازوی لرکا بوریان بالا کرده که روزانه زیاتر 540,000 برمیل پترول هاتین شاندن با بندر جیهان ترکیه دهاته ویجی زیاتر 636 میلیون دلار بون. لگوری راپورت مها در بازوی زیاتر 16 میلیون و 766,000 برمیل پترول هاتین شاندن با بندر جیهان ترکیه و 16 میلیون و 183,000 برمیل پترول لهاتین فروتن و تا نزدیک 600,000 برمیل پترول لکومگاه بندر جیهان هاتین را کرن. وزارت سامانه سروشی بیشتن هر برمیل کا پترول به 39 دلار و 32 سنتن هاتین فروتن. دمکی دا زیاتر 5 مهنه به کوما بهای پترول ده بازار جهانی دا سرا و 5 دلاران بو. وزارت سامانه سروشی آماجه پیک دیگت دهات پترولا فروتی لرکا بوریان لبندر جیهان یا ترکیه زیاتر 636 میلیون دلار بون. لپشتی لوکرنا خرجی و پارن کمپانین پترول زیاتر 416 میلیون دلار ماینه که اوجی لگل دهات نافخوی دن بو موچه ده تدامین کرن. هر لگوری راپورت مها در بازبوی روزانه زیاتر 73,000 برمیل پترول بو پارزینگین کلاک و بازیان هاتین دامین کرن. کودمه هکی دا زیاتر 2 میلیون و 269,000 برمیلن لیچه آماجک به دهات و پترول نهاتی کرن که هاتی دان به پارزینگهان. او دمکی دا اگر باهای هر برمیلک پترول به همان باهای هات بیده فروتن که ده راپورت دا آماجه پی هاتی کرن که 39 دلار و 32 سنت بون با هر برمیلکی او دهات و پترولیجی که دمه در باز بوده هاتی دان به هر دو پارزینگهان نزدیکی 8.9 میلیون دلار دکه. هف آوایا راپورت در بازبوی وزارت سامانه سروشی ده وی راپورت داجی چه آماجه به شاندن پترول لرکا تانکران نکریه. ده دمکی دا لگوری دیفچون NRT لرکا چافدری کرنا مرزن پرویز خانو پاشماخ و حاج عمران و ابراهیم خلیل زانیه. روزانه 840 تانکرین پترول که نزدیکی 230,000 برمیل پترول ند روزه که ده نشاندن و ده هاتویجی ماهانه نزدیکی 248 میلیون دلارن. هرچند در راپورت وزارت سامانه سروشی داد بیشتن ما در بازوی روزانه به کوما زیاتر 540,000 برمیل پترول لرکا بوریان هات نشاندن. لیده چند روزن در بازوی دا اندامه که پارلمان کلوسانه دیو چونه که دا اشکرا کریه. کدمه در بازوی دا وزارت سامانه سروشی یا حکومت هرمه روزانه 664,000 برمیل پترول لرکا بوریان شاندینه درو و دهاتویجی زیاتر 736 میلیون دلارن. آماجه پیکی جکره اگر دهات پترول یا فروتی لرکا تنکران و پارزینگان و دهات نفخو به 205 میلیون دلارن به تخملاندن او دهات ما در بازوی حکومت هرمه زیاتر 1 میلیارد دلار لی حکومت و وزارت سامانه سروشی به هیجت جدا دخوازن نیواوی قاس پاره و گرین هرمه کلوسانه. هیا ما چند روزن NRT دست کریه به بالاوکرنا زنجیره که راپورتان به پشگریدان به گروه و چافکین بیانی و زانیارین تایبت اونهنی لسرگاندالین پترول و دیار نمان دهات پترول هرما کلوسانه. هر وها NRT به کارآین هندک جداتا و زانیارین حکومت هرما کلوسانه بخو نک داتا و زانیارین دن اشکره کریه که نها مهانه کوما دهات هرما کلوسانه دگهیتا زیاتر میلیارد و 100 میلیون دلاران که اوجی بشه موچه دکت به سیستم کفنو زیاتر 500 میلیون دلار جی دمینن. دگلوه که دا وزارت سامانه سروشی بهانه راپورت خواه لسر دهات پترول بالاوا دکه. لبش گازاف جه پارلمانتار و میدیاکار و رخرانجواکا سیویل بردامن و هیا ما چند سالن رخنه لحکومت هرم دگرن. لسروه که دهات پترول شفاف نیه. لگلوه که دا جی هیا نها داتا سامانه سروشی لسر فروتن پترول به بوریانج آلیه سم یعنی لجنه که چافداری کنه دارایی و پارلمانی نه تا چک کرن.